حتما میدونید یکی از گرونترین غذاهای دنیا واسه ایرانه. فیل ماهی، تاس ماهی و ماهی اوزنبرون گرونترین غذای ایران رو تولید میکنن. خاویار ایرانی. خاویار در واقع تخم ماهیای خاویاریه. 90% خاویار دنیا از دریای خزر تولید میشه. خاویار یکی از پر انرژی ترین غذاهای دنیاست که به دست آوردنش هم خیلی سخته. تقریبا هر ماهی 12 تا 15 سال طول میکشه که خاویار تولید کنه. توی کشورهایی که بیشتر خاویار مصرف میکنن افسردگی کمتری دارن. مهمترین ساحل‌های صید این ماهی‌ها سواحل بندر انزلیه. ایران بزرگترین تولید کننده خاویار جهانه. این خوراکی به شدت مقوی گرونترین غذای دنیاست که توی ایران تولید میشه.